اینجا شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری. این نماد بسیار زیبا، نماد کوچ عشایر بختیاری است که اینجا مجسمه‌های زیبایی رو شهردار این شهر زحمت کشیدن و برای مردم، برای مخصوصا مسافرین محترم تصویر کشیدن. خب تندیس اول که این آقاست داره دوردست‌ها رو نگاه میکنه، احتمالاً به خاطر اینه که ببینه گله گوسفندش کجا داره میره. تندیس بعدی که این خانم هست یه گهواره به دوش داره که نوزادش هست و کودک چند سالش هم در بغلشه و خوش و خرم دارن به کوچشون ادامه میدن. تندیس بعد که این خانم هست و یه بزغاله رو میبینیم که بغل داره و احتمال زیاد این بزغاله نمیتونسته پا به پای گلی گوسفند بره و مجبور شده بغل گرفته. تندیس‌های بعدی هم که این دوتا آقا هستن و دنبال گوش دارن میرن و اسب آخری هم که وسایل خونه رو داره با خودش حمل میکنه.